ما در آغوش طبیعت زیبا زندگی میکنیم. چرا خدا زمین را اینقدر زیبا آفرید؟ در بین سیاره ها برای حیات تنها در زمین شرایط مهیاست. در روی زمین آب فراوان است. خدا زمین را نسبت آفتاب در مسافه خیلی موافق جایگیر کرد. زمین در گرد محور خود با سرعت لازمه دور میزند. برای تغییر نیافتن مایلی کنج سطح زمین و عوض شدن فصلهای سال، خدا ماهتاب را آفرید. او اینچنین در روی زمین هر گونه موجودات جاندار را آفرید. از چه سبب خدا در آفرینش زمین اینقدر مهنت کرد؟ او میخواست که جفت اولین یعنی آدم و حوا در خانه زیبا و آباد زندگی کنند. آنها باید به گپ خدا گوش میدادند و همراه فرزندانشان در بهشت ابداً زندگی کرده زمین را از نسل خود پر میکردند. خدا زمین را با همین مقصد آفرید. پس چرا حالا روی زمین بهشت نیست؟ افسوس آدم و حوا به گپ خدا گوش ندادند. آنها عاقبت پیر شده مردند. بهشت نیز از بین رفت. لیکن آیا نیت خدا نسبت زمین دیگر شد؟ تصور کنید که پدر برای پسرش خانه زیبایی می سازد. و آن را به پسرش تحفه می کند. از بی اهمیتی پسر ناشکر خانه پدر خراب و فرسوده می گردد. این را دیده پدر مهربان چی چاره می اندیشد؟ آیا او خانه را چپه کرده تمام مهنتش را برباد می دهد؟ نه البته. او خانه را تعمیر کرده به همان فرزندش می دهد که به قدر مهنت پدر خود می رسد. با این مانند هرچند آدم اولین هدیه خدا را قدر نکرد، در کتاب مقدس گفته می شود که نیت خدا نسبت زمین دیگر نشده است. او می خواهد که شما در بهشت روی زمین ابداً زندگی کرده خوشبخت و سالم و بردم باشید. شاید شما پرسید بهشت چطور برقرار می گردد؟ در بهشت کی زندگی می کند؟ جواب این سوال ها را